در دوران مقاومت شما باید داشته باشین که 5 کشور ما را کمک میکرد: هند، روسیه، ایران، ازبکستان و تاجیکستان. همین کشورها کمک میکردن. ما در او وقت با مشوره عامر صاحب در نزدیک دریای آمو طرف تاجیکستان، یعنی این طرف که شما ببینین آی خانم است، او طرف دریای آمو یک جنگل است، او طرف فرخار است. در داخل جنگل یک کلینیک خرد ساخته بودم به نام کلینیک نجات و 3 نفر دکترای هندی در اینجا کار میکردن. وقت زخمی های ما زخم‌های شدید میبرداشتن، چون تا انتقالشان تا مشهد یا تاجیکستان یا جای دیگه امکان داشت که از بین برن، چون فاصله بین خواجه بودین تا اونجا با هلیکوپتر 3 دقیقه بود. ما همین کلینیک نجات در بین جنگل ساخته بودیم که 3 تا از دکترای بسیار جراحای مشهور هندی به شکل نوبتی در کلینیک کار میکردن. ما نام نفرای کسایی را که بودن یک یک میگیریم، کسایی که به یاد مونده: مارشال محمد قسیم فهیم، قماندان سرگرد محمد خالد، خلیل بختیار از غزنی معاون من، خلیل پیلوت، امرالله صالح، آقای افخمی نماینده سپاه از ایران، جنرال امیرجان پیلوت قماندان قوای هوایی ما دو وقت، حاجی رستم خان قماندان ابتدایی کماندوی عامر صاحب، ناصر مسئول مخابره، جمشید مسئول تلفن، امرالله صالح که امر مکار میکرد وقت، جنرال ودود یا عبدالودود خان خواهرزاده عامر صاحب که وقت ارتش نظامی در تاجیکستان بود، شاید 1-2 نفر دیگه. گفتم برادرها، عامر صاحب دیگه زنده نیست، سر از دست ما رفته، سنگرها را باید حفظ کرد. اگر خود کنترل کنیم اوضاع کنترل میکنیم، اگر خود امروز کنترل کرده نتونیم اوضاع کنترل کرده نمیتونیم. من پیشنهاد میکنم که فهیم صاحب دو وقت میگفتیم، من گفتم فهیم صاحب بلند شوه و این مسئولیت به عهده خود بگیره. اینا چه پستن؟ گفتیم استادش فهیم. فیصله کردیم که جانشین عامر صاحب و کلان ما فهیم خان است. فیصله کردیم که خبر شهادت عامر صاحب به شکل تدریجی به مردم خبر داده شود. فیصله کردیم که تا وقتی که اوضاع زیر کنترل میاد جنازه عامر صاحب میبریم و در یک جایی در داخل خاک تاجیکستان نگاه میکنیم. فیصله کردیم که هر چیز زودتر با کشورهای کمک کننده تماس بگیریم، آیا اونا بعد از عامر صاحب جبهه مقاومت پشتیبانی میکنن یا نه. فیصله کردیم که در یک فرصت مناسب عامر صاحب در داخل انتقال میتیم تا دفن. این فیصله هایی که در اونجا بود. چون عامر صاحب در خواجه بودین جلسه فرماندهان داشت، از فهیم صاحب اینا خواهش کردیم که شما هر چیز زودتر به مجلس برین و با او بگوین که عامر صاحب کمی زخمی است، ما جلسه را ادامه میتیم، مسئولیت من پیش میبرم. کار ما تماس با کشورهای کمک کننده، پیدا کردن جای برای عامر صاحب و سردرگم کردن رسانه هاست، چون رسانه ها میخواستن این خبر بفهمن. وقتی که نزدیک هلیکوپتر رفتیم با فهیم صاحب گفتم که من 1-2 گفتنی دیگه هم دارم برات، اما ورخطا نشی. گفتم اگر جبهه شکست خورد، خدا نخواسته پاشید، یادت باشه که یک کریدور یا یک معبر واس کنیم از انجمن پریان، انجمن، جرم، بارک، اشکاشم، تاجیکستان. ما با رئیس جمهور تاجیکستان صحبت میکنم و او طرف در خاک تاجیکستان جای برای هزارها نفر آماده میکنم. اگر خدا نخواسته جبهه شکست خورد و مردم پراکنده شد، حداقل برای کسی که میتونه برای یک راه پشت سر باشه. اینکه کی میتونه کی نمیتونه نمیفهمیم، تو این سخن ما بر خطا نشوید. اما شد. خب اینا رفتند و ما عامر صاحب بردیم به کولاب و خلاف تمام آرزوی خود مجبور شدیم که جنازه عامر صاحب بریم در یخچال بانیم و سردخانه. مورولاکش کردیم،
و ما رفتم با رئیس جمهور تاجیکستان دیدم امو شب. خیلی نگران بود، بسیار نگران بود. از کشور تاجیکستان باید بسیار ممنون و سپاسگزار باشیم. امروز صحبت کردم که فیصله ما است که جانشین تعیین شده، شخص شجاع است، با همت است و انشالله جبهه را پیش میبره. اما اگه شکست خورد ما تصمیم داریم برای ما جای بدیم. با اصطلاح تاجیکیش گفت محمد صالح، برای محمد صالح میگه محمد صالح جا داریم و نان نداریم. ما گفتم خیر است نانش پیدا می‌کنیم. دوم گفتم اگر یک وضعیت آمد ما میخوایم میره به داخل افغانستان ببریم دفن کنیم. نه گفت ما نمیگذاریم گفت احمد شاه مسعود شما ببرین شبانه یک جای دفن کنیم. همینجا در تاجیکستان و وطن خودش هست، همینجا دفنش میکنیم، امانت باشه، هر وقت خواستیم بریم ما با یک مراسم بزرگ دفنش میکنیم. ما دلیل مخالفت ما با نیروهای پیاده نظام امریکایی به این خاطر نبود که اینا کافر هستن، ما مسلمان هستیم، یهود و نصاراست، ما مسلمان هستیم، اینجا سرزمین اسلامی است، کفر ده اینجا نبیاید. این بحث نبود. بحث بسر از این بود که اگه نیروها وارد کشور ما شوند، کشور اشغال شده حساب می شود و پاکستان طالبان را تشویق میکنه که کشور اشغال شده توسط امریکا و اینا را دوباره انگیزه میده و بار دیگر برمیگرداند. در نتیجه پاکستان دوباره دستش باز میشه و با طالبای فرار کردگی، شکست خوردگی را که جای برای خود نمیافتند اینا را دوباره به جنگ برمیگرداند و در حقیقت او وقت ما در یک موقف بدتر از این قرار میگیریم که امروی نیروی امریکایی علیه طالبان بجنگیم یا بهتر باشیم که امریکا امروی طالبان بجنگه یا بریم در صف طالبان امروی امریکایی بجنگیم، چیزی که مجاهدین همیشه میگه. اوضاع از بد بدتر شد. اما این اشتباه با دو شما نبود. مارشال مخالف